سلام فکر گلد خیلی خوش اومدید به یه ویدیو دیگه. بازگشتیم اما چی بگم، خیلی بد بازگشتیم. نمیدونم این اسکین از کجا اومده و 1.21 اومدیم 1.21 و اومدیم یه نسخه اپتیفاین و نسخه‌ای که قابل بازیه و الان ترش دستمه. از کسی پنهون نباش، من یه دورکی تو این مپم زدم، چی بودم واقعا یه سری چیزا رو تست کردم و یه سری چیزای خوب پیدا کردم، خیلی چیزای خوب پیدا کردم. و مثلا همین ویلیج، همینجا که اسپان شدم، همینجا اسپان شدم. جلوم یه ویلیج بود که یک برام اولین باری که اسپانم یه ویلیج بشه، برای همین که بازیم یکم عادلانه بره جلو اینو میندازم و بریم جلو. بریم خب، بریم اول همین روستاه ببینیم چی داره. و یه چیز جالبی هم که دیگه یه تیکه از بایوم این چیه، این گلای بنفش صورتی اینجا هست. یه دوتا کلن درخته، یه دوتا درخت و دورشون. برو بریم ببینیم اینجا چه خبره. درش از کجاست؟ آره از اینجا باز میشه. برو بریم تو. کشکم نذاشتم برام. برو بریم. در باز کن. برو لیجرا رو نگاه. خدا فکر کنم اینجا وسایل باشه. بکنم تقیب بالاش وسایل هست. باز کنیم بریم طبقه بالا. برو طبقه. خب نیست. من دیده بودم اینجا وسایل هست ولی چیزی نی بود. بیفتم میمیرم. باش میشد یه آب بود. آخ آی برو. خب یه بلک اسمیت میشه. نه کنم این بلک اسمیت باشه ولی برو بره. دل به علاوه یه دوتا کلاه و باز الحمدلله چیزای جالبیه. بد نه. از این خیلی نیاز دارم. پلتفرما لازم میشه. بچه‌ها بگم سری قبلیمون به خاطر اینکه ویندوز عوض کردم و یه سری تغییرات جزئی و کلی چیز شد تو افتاد، به خاطر همین مجبور شدم مایکروسافت سروایوالم کلا رفت هوا و اینطوری شد که آره دیگه سریم پرید و کلا فقط این یک سری موند و منی که اینجا موندم و هیچی ندارم. بریم سریع بگردیم، سریع درخت اینا بزنیم. بچه من واقعاتش چیز خاصی تو این ویلیجه نبود. من گشتم نمیکنه. ببخشید یه لحظه بایست. الان ببخشید من ادوانسید مود بودم. اون موده بودم و مودم کندن ندارم. آره سریع بکنیم درخت بکنیم. بچه هم میخوام این سری این سری قبل پورتال بزنیم. امیدوارم پورتال شانسمون این بار خوب باشه پورتال زدن، چون اگه دیده باشید سری قبلی رو خیلی جای بدی چیز کرد. جای هوا بودیم و این بود که همونجا دو سه بار مرد. بیا برو اون ور بچه. چه چیزی نیست. خب بچه واقعاتش اینجا رو من یکم دنبال کردم. پشت همین کوه، همین تپه یه دونه ویلیج دیگه است. یکم بریم اگه میبینید که پشت همین تپه یه ویلیج دیگه هم هست. برام خیلی عجیب بود و اولین بارم بودی همچین چیزی میدیدم که برای خودم تا حالا اتفاق نیفتاده بود. میگم اینجا ببینون، چون اون یکی ویلیج بلک اسمیت داشت و میخوام حالا خونه خودم رو
وسط بسازم، بین این دوتا ویلیج بسازم. حالا اون ورم زومم اضافه کردم، اون طرف هم که اینطور بیابونه بیام. آخ نمیگلبم، نمیگلبم. برو یه طوری من نیم قلب شدم. بیا بالا، بیا بالا. یه دونه بزنه به خدا، یه دونه همینجا میزنه میمیرم. این رو بکن بزنی میزنم تا برو نمید. اینا بزنی طول میشه جا زدنه. بمیر به تو 3 تا آیرون هم اول بازی داشته باشی. موتم فقط موتم. داره خراب میشه اینا. بمیر نمیشه بپرم بزنمت. خب بزن. نباید دبلیو رو میگرفتم. لعنت بهت، بد زد صدا دادم هیچ. برو سری وسایلمون بردارم. برو سری برسیم اونجا وسایلمون بردارم. خب رسیدیم. اینجا هم کیوه و فکر کنم از اونجایی که کیوه وسایل خوبی بتونه به من بده. و این داشت چقدر چیز از اینا، چی بود اسمش؟ سپلینگ. چقدر سپلینگ، oh my god چقدر سپلینگ. یه کار این ور درختکار بدم. نیایی بزنیم اونا، اون سری سر تو اینطوری مرد. بیا اینجا. چرا نمیزنه؟ برو رسیس در نوشتا. مردم، چه زیبا مردم واقعا. که باید برم به کشاورزی برسم. یه کمشیر تبر چی نمیسازم این همه وسایل دارم نمیسازم چرا؟ برو سری برو. باید یه آیرم غلامه رو بکشم دیگه. بچه قسمت بعدی، حالا اینجا فعلا قسمت اولو که سروایو اولیه‌مون رو اینجا شروع کنیم. سروایو زیاد شروع جالبی نداشتیم، ولی بتونیم اون آیرن غلامه رو بزنیم میتونیم چیز به دست بیاریم، آیرون به دست بیاریم و برای قسمت اول واقعا خوبه. و منی که نوبم و نوبم و هیچی بلد نیستم، هیچی که نه واقعا چیز زیادی بلد نیستم، برای من خیلی خوبه. اینجا حاج آقا برو، داره میاد صدا بدا. برو گم شو. خیلی میترسم از این. بد میترد. بمیر تو نگاه کن دیگه داره میمیره. امیدشون قراره بهت ناامید بشن. آب افتاد. وای آب رفتم توی. بمیر چه بمیری؟ تو بکشم یه چیز نمیفهم. به آیرون هم رسیدم. ویلیج تو غارت میکنم.
لیزن وسط میسازم، پورتال میسازم. دو تا کلن چند تاست؟ این کلن چند تاست؟ 5 تاست؟ پشمام. برو فرار کن. اینا زامبینا همشون الان یه ارتش میریزن بالا سرم. یا خدا. بلند شو بچه. یه الان یهو 500 نفر میشه. در رو ببند. آفرین. ببین آدم بفهم این بود. اینا خنگه. خب برو. اینجا چیزی نیست. عجب. ببین تو به خدا وضعیت ما رو نگاه. اینجا چیزی نیست. هیچ نیست اصلا. نمیبوره. بکنم باید برای اینا چیز بذاریم. اسمشو چیه؟ از این اینو بده. اوکی. آره. یه پیککس همین سر پایی بسازیم. یه پیککس از این استیکا بده. اوکی. بذار اینجا بابا. خب چی بسازیم؟ پیککس، آیرون پیککس با یه عکس. 6 تا نداریم. این یه پیککس بسازیم. خب فعلا موقتا یه پیککس داشته باشیم. بریم اون پایین. یه چند دقیقه تایم داریم هنوز. دارم لوز بدم همه چی رو. چی ندارم برای خوردن. این نداره چیزی. فکر نکنم بمیریم. فکر نه. البته امیدوار باید باشه. 100% من میمیرم. این روال که دارم میرم 100% میمیرم. استونا رو بده. استون مهم. یه فرنیس هم میسازیم. فرنیس حداقل مسینا پیدا کردیم. حداقل کوپر و اینا آیرون پیدا کردیم. سریع کارا رو باهاش در بیاریم. پر اول یا خدا چه خبره. همینطوری سوراخی رفته پایین ها. آیرون زغال نمیبینم. آیرون نمیبینم. زغال من میبینم. جایی زغال بده جا آیرون. اینجا آیرونه. اونجا آیرونه. میتونم برسم؟ فکر نه. برم بالا. بکن دیگه بابا. میشه گذاشته کلن نمیکنه. خب برم بالا کنار بت بمیرم. بعد اسمانم کنار بت باشه دیگه. من بدم. صدا بد میومد. خب خوبی هم اومد. نمرد. رفت کور. آها مردم. حالا الان اجاز کن. بریم سریع وسایلامو برداریم. برو. یکی از درختا روش کرد. بد دمیجی خوردم. برو. من داشت. اینجا چیز نیست. آیرونی. خبر از آیرون بدهید. زغال بکن. ولی یه دونه چیز داده. اوکی. آی بکن بالا سر. بکن. خب کور شدم. اصلا کورم. راضیم سنگ نذارم زیرم. ولی با کلنگ آیرونی که زور به دستش آوردم با چند تا مرگ اون بکنم. خب نریسیدم بالا. شتش. مایکرافت
احساس میکنم برام سخته. برا منی که تازه کارم فکر ندید خواهشم، من تازه کارم. از این حرفا من بلد نیستم. آره دیگه، من بدراک پلیر بودم بعد شدم جاوا پلیر. خب ببین کجا بود؟ اونجا بود. کجا؟ اونجا. برای رسیدن به اونجا باید از اینجا یا بریج بکشم به اونور، به اون تیکه قاره. نمیدونم دقیقا اونجا چه خبره. خب تمام نظریه ها آیرون مقدار سفید بودن 100. دارم یه دونه نباشد دقیقا یه چند تا بده. چند تا بده. یه دونه بود خسیس ماینکرافت. برو. خب برای رسیدن به اونجا، کجا؟ اونجا. خب باید این همینو بریم پایین به صورت پیلکانی و ته داره اینجا. بریم ببینیم ته داره اصلا اینجا. خب ریپورتون داره اینجا. چی داره؟ اونجا خودش چیه؟ نمیبینم اونجا، ولی یک کریپر اینجا میبینم. اینجا اونجا نمیبینم اون چیزی نیست. اینجا یه لپیز 1 2 3 4 5 تا آیرون رو چیزن میبینم. آیرون رو تو جیبم. آره 2 تا آیرون تو جیبم. خب یه آیرونی پایینه. شما یه آیرون دیگه. واو چقدر خوب. کجاست؟ به خدا یه کریپر میاد دم گوشم میدره که اینجا. دم گوشم میدره. لایوا خدا رو شکر. لایوا بچه میتونه در ثانیه با وجود این لایوا چیز بسازن. اسمش چیه؟ پورتال ندر بسازن. اینجا یادم باشه اینجا کجا بود؟ میدون تجریش آزادی نه مس ردستون. اشما ردستون هم به دست آورد. خب اینجا کجاست؟ همین باره رو که بیایم پایین اینجا دست راست دست چپت رو میگیری میای بالا میای پایین. اوکی جای خوبی برای انصافا یه عالمه الان. آی برو چیزی نمیبینم. چیه این؟ یه لحظه میستا. آیرون. چقدر آیرون پیدا کردم. what the hell. چقدر آیرون. چی پشما. آیرون ها رو میمیرم به خدا. یه حرص العالمی میخورم. من بیشتر از دارایی دنیای واقعی آیرون دارم. برو آها برو داشتم به آیرون اونجا فکر میکردم. نگو این پایین خودش منابع آهن داشت. بردیم به غار آهن. برو شما نمیبینم. باید دفعه بعدی حتما یه تورچ بیارم با خودم. بودو بالا خب رسیدم به بالا. اوکی بیشتر مسیر اومدیم و برسم بالا دیگه ویدیو دارم. سریع باش بکن. اوکی بریم بالا. اگه من برسم بالا. کریپر نیومد. صدا کریپر اومد. جان تو صدا کریپر اومد.
جاشو با کابلستون عوض کن. بریم بالا. برو 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 برو. خب رسیدیم اینجا. برو بالا برو بالا. بریم اینجا که اسپان دادیم. اوکی اینا رو الحمدلله از آیرون دیگه بی نیازیم. دیگه آیرون نمیخوایم و آیرون احتیاجی نداریم و اینا رو بریم بذاریم بپزه. اوکی یا بود خونم یا بود. اینم کرافتینگ تیبل. یه مشتیواری خفن یه فرنیس بده. فرنیس اوکی اینو اینجا بذارم. شبم داره میشه. اوکی زغال رو بذاریم پایینش. اینا رو 12 تا اینا رو بذاریم چیز اینجا. اوکی و نزدیک های غروب آفتاب لعنت بهش. اوکی و میخوابیم. دوستان عزیز لایک کامنت دنبال سابسکرایب فراموش نشه. آقا دوستای عزیز تا یه ویدیوی دیگه از اسکین رو داری ماینکرافت بهم دادا. تا یه ویدیوی دیگه و ماینکرافت سروایول. خدافظ.